تا حالا با خودت فکر کردی که مهم نیست با کی ازدواج کنی؟ یه روزی بالاخره انتخاب تو زیر سوال میبری؟ این همون بخش از ماجراست که کمتر کسی دربارش صادقانه حرف میزنه. تو ناراحت نیستی که آدم اشتباهی رو انتخاب کردی. بیشتر از این ناراحتی که واقعا هیچ کس کامل نیست. مردی که درآمد بالایی داره ممکنه وقت کافی نداشته باشه. اونی که همیشه در دسترسه شاید از نظر مالی تو مضیقه باشه. زنی که پر از احساس و خیلی رمانتیکه شاید غیر قابل پیش بینی به نظر بیاد. و اونی که وفاداریش مثال زدنیه ممکنه هیجان کمی داشته باشه. هر انتخابی یه هزینه‌ای هم داره. این بدبینی نیستا، واقع بینیه. ازدواج مسابقه پیدا کردن آدم بی‌نقص نیست. قصه دوتا آدم ناقصه که تصمیم میگیرن کنار هم بمونن و رشد کنن. بله، لحظه هایی هست که به همسرت نگاه میکنی و زیر لب میگی همین؟ اما این سوال نشونه اشتباه بودن انتخابت نیست، نشونه انسان بودنه. شاید این یه افسانه باشه که عشق واقعی باید همیشه یه حس جادویی همیشگی داشته باشه. عشق موندگار خیلی وقتا حاصل کارهای ساده و تکراریه. کارهایی مثل کمک به شستن ظرفا وقتی یارت خسته است. عشق بیشتر از هیجان مسئولیت و همراهی با خودش داره. اگر دنبال رابطه‌ای هستی که بی‌نقص به نظر برسه احتمالاً همیشه تو انتظار میمونی. اما اگر میخوای یه شراکت واقعی بسازی که درش تعهد هست، درش ثبات هست، اون وقت ممکنه به عشقی برسی که نه تنها هیجان انگیزه بلکه موندگارم هست.